بچه‌ها با یکدیگر جنگ کردن، کلینا قش قواق کردن. من همین اوچم و نگاه کردن بیزار شدم اخی. های ماشین گرم میکنم لباسات نپوشیم میریم. رجب علی ایبرانی. شما میدونی که من برای چی شما امروز جمع کردم؟ همین وقتی آدم 30 سال که میرفته، آدم کمتر پیر میشده یا در موی سری 38 سفیدی میدیده، هر فکر به سر آدم آمدن میگرفته. یک روز فکری مردم، یک روز دیگر فکری کسل شدم. خلاصه هر فکر به سر انسان میامد. میدونیم از شما یک خواهش دارم. من میخوام که شما بین هم دیگر با مهر و با محبت باشید، یکدیگر را عزت و احترام کنید، یکدیگر را حرمت کنید، یکدیگر را دوست دارید. هر زمان و هر لحظه و هر دقیقه از حال احوال همدیگر خبردار شوید. یار و برادری یکم نکنید. الان خصوص شما یک خواهر دارید. هر زمان من زنده هستم نیستم، هر دقیقه هر لحظه از حال احوال خواهرتون خبردار شوید. از زندگی خواهرتون پرسان شوید. بدونین چی بچه‌ها، من چی فکر کردم؟ میخوام که خانه‌ای که در آنجا که من زندگی میکنم، همین 4 خانگاه برای بدردین دیم و شما روزی باشید. روزی اونجا. مغازینی که هست برای خواهرتون دیم. رحمت چیچم. اگر شما روزی باشید، ماشینی که نام گرفتم برای تو بچم. رحمت چیچم. بعد مردن من بین شما جنگ و جنجال پیدا نشود. بعد مردن من برای چیز خانه و در و ماشین شده، مهر و محبت شما، یار و برادری شما، فرزندای عزیزی من کم نشود. شما که روزی باشین، من 3 چیز به هر 3 شما تقسیم کرده شد. فرزندای عزیزی برای که شما هستین و بالای سریمون هم خیلی سرجا میشینیم، صحبت میکنیم. انشالله که همش خوب میشه. دروگی ما شما بچه شما که هستین، ما همه وقت خرسندیم، سربلندیم. بله چجور؟ اوه سلام علیکم. و علیکم السلام. این کدام این باور کردی؟ السلام علیکم. اینجی خوبی؟ سلامتیت خوبه؟ حالت خوبه همتی؟ رحمت این ماشین گرفتی بقوه چی دی با فکرم؟ ما وقتش بقوه دونم. همین وقتی که ماشین گرفتی اگه ایکو اکا نه یک بار میپرسی که همین دوداری ما چی حال داره؟ باور که تو که جودا میگردی اکا با فکرم پونی دیگه کار برو عروسو کردی. گوش دودر جان، دودر اومد زنم که سازای چی گپه؟ با تلفن گپ تا گفته نمیشی؟ نه آخه این گپی تلفنی نیسته. باید تا که ما چند خونه داده گفته گناهگار شدیم. اوی نتیده ماشین داده. اون ماشین تر اگر بفروشی سومی تاریخ خونه میشه. اونا دیگریش در مغازین داده. یکا و ما هم زندگی داریم اخی. من همین اوچم نگاه کردن بیزار شدم اخی. دوستان عزیز، باز یک کمپانی بانفوذی دیگر را برای شما توصیه میتونم که برای در خانه نشسته پولکار کردن، بیزنس را پیش بردن، شرایط زندگی را خوب کردن به نهایت ساده و قلعه. دوستان عزیز، شرکت بانفوذ اتمی دارای سرتیفیکات حلال میباشد. دوستان عزیز، شما میتونید که در این شرکت، یعنی که فرقت شهریه شرکت ها در اوه که در 6 ماه یک بار خرید میکنید. دوستان عزیز، معاشش 1,500 سومانی سر میشود تا 25-30 هزار سومانی را مقصد زینه به زینه رفتن میگیره. دوستان، برای در این شرکت کار کردن شما در دیپلم لازم نیست، زبان خارجی را دانستن لازم نیست، یگان کس التماس نمیکنین، فقط رقمای بالای اکران اپای گلرخساربانو در اینامی دادارکتون مراجعت میکنین. اپای ما تمام نازکی های کار نقطه به نقطه شما را یاد میتونم میفهمونم و شما را میتونید در خونتون بشینین تق 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 کار کردن بگیرین. بعد نگفتن همونا انا در این کمپانی بالای شما هیچ وقت نمیسوزه. در 6 ماه یک بار خرید میکنین و هر ماه فکر کنین که معاش گرفتن میگیرین. بغیر معاشتون فراموش نکنین که
هر ماه شرکت با شما را وقتی که شروع کار میکنین خوب کار میکنین توفاتون میده. برای همین واتساپی بالای اکران اپای گلرخسوردا айноми додарактон бинависен. иншоалло ки апай ма тамоми нозукиҳои кора шуморо ёд метавад. дониш ҷудихтарако 100% метавонед кор кунед. апҳое ки дар корхонаи давлатӣ кор мекунед шуморо ҳам 100% дополнительно метавонед ки кор кунед. این داده яка ما هم زندگی داریم مخی ما همین اوچم و نگاه کردن بیزار شدیم مخی های ما هم کتی زنگ از زندگی را بینه مخی بگیره برای با تو نگاه که وای کنه گوش کن مرا چند روز شیده میجده یک ماه شیده میجده یا ماه شیده باشه روز چنده مای امروز دهم امروز دهم که باشه را اونا یکم دم میارمش بو بنانجالا یگم ما که نبیار خونی ما نبیار گوش که مرا توکل بخدا ای اولی اونا خونی مگزین چی بگی باشا مگزین چی خود تلفن که بعد بیا جواب براش خونی ما نبیار اکا توکل بخدا ما رفتم ها بچه جون کی اومدی؟ یا چند خفه شما دادم بچه جون این ما ماشین گرم میکنیم لباساتون آپوشیم میریم ما چوی گرمک دم کردم چرا بچه. باید میخریم بودو فیلا بودیم با لباسا رو میپوشیم راست خونه ما میریم اونجا نیستیم خب ما ماشین گرم میکنیم شما بیاین اونجا مالا ما چوی میکنم خب عجب این خالای توفا در اینجا چی کمک که باشه؟ در حقیقت خالای توفا باور کنم باور نمیکنم چیه باشم السلام علیکم السلام علیکم خدای توفابونو بخیر باشه در اینجا من روسی گپ ای داخل ماشین شما را دیدم نگاه کردم من گفتم نباید خدای توفا باشه تا جایی که من میدونم خدا جان شما خانه را هم داشتین ماشین قیمت بها هم داشتین فرزندک‌های نازنین هم داشتین مغازه هم داشتین راستی باور نکردنی شما در اینجا کار کردیستین بخیره بخیره یک چیزایی هست در زندگی بچم که خودم باوری نداشتم میگه که زندگی به پستی بلندی نمیشه الان یک خیلی پستی ها شه یک خیلی بلندی ها شه راست میگی بچم خانه داشتم مگزین داشتم همه شب از زندگی تقسیم کردیم در فرزندو گفتیم که بعد دارن جنجال نکنن یکی نمورده جنجال کردن نمورده علاقه بار زیادتی شدیم بچه ها به یکدیگر جنگ کردن کلینا خوش قواق کردن داماد قطعی دختر جنگ کرد گیر بر اوچه زیادیه گیر بر از خانه همونا دیدم ما در یک ورتیره اگه جوره گرفت ما ای ده کم باشه بچه هم بمینه تگ این خودم خوشبختانه زندگی دارم مواشک ما میگیرم بیغم و برکه یابن جای باشن سلامت باشن فرزندو خدای توفابونو زیغ نشین میگن که حق به حقدار حتما میرسه همه چی جواب و سوال داره بعد یک چی خدا جان اگر شما رد نکنین من یک پیشنهاد دارم من روسی گپ کارخانه دارم 18-19 تا کارگر دارم همه همه عبید میتونم در وقت کار هم اوژم کجایی من میدونم مادرم دایم نقل میکرد که اپای توفابونو بهترین کدبانو بهترین خوراکا را آماده میکنه بهترین چیزا را با پیش شما را میرفتن که انا تورپزی را یاد بگیرن پیروکپزی را یاد بگیرن دیگر چیزا را ای شما می اومدن می اومختن و من همین چیزا در یاد دارم
من دویم اوچم میگفتم که انا همون تورتی که خلای توفابونو میپزه انم خیلی بپز و همین خاطر میدونم که دستتون گلای اگر که شما رد نکنین من شما را هم تو یک قوه یک خونه خدا دعوت کنم هم کار کنیم خدا جان هم خونه که گرم داره در همونجا زندگی میکنین معاشک خوب میگیرین در جای گرم زندگیتون رو پیش میبرین با ما به قدر امکان کمکتون میرسونیم. رحمت کلام بچم رحمت به پدر و مادرت که تو چنین تربیه کردن برکت زندگی بینی ما دمی فرزندم تربیه کردن خطا کردم ای بی خودم ارکه کردم چیزی خواستن خریدم چیزی خواستن پوشیدم یکی تربیهشون خطا کردم. میدونی چی بچم آدم در زندگی ضربه از آدم بیگانه نمی‌خوره. شخصی نزدیک خودش